حتی پرهیزگارترین زنها نیز بسیار رشک دارد و رشک آنها به کارهای حرام برده میرساند واقعا. بنابراین حضرت علی گفتند که غیرت الرجال دین و غیرت النساء کفر. رشک مردها دین است. کسی مردی که با رشک است مردی با دین است، شخص دیندار است. مردی که رشک ندارد و دیوس است لا یدخل الجنه، دیوس به جنت نمی‌رود. ولی گفتن حضرت علی غیرت النساء کفر، رشک زنها کفر است، گناه است. رشک مردها عبادت است، دین است، تقرب به سوی خدا است. وقتی که مرد به همسر خود، به خواهر و مادر و دختران خود رشک میکند، این عبادت است و پروردگار نزدیک میشود. اما زنها وقتی که به شوهرش رشک میکند او گناه میگیرد. برای چی امیر المؤمنین رشک زنها کفر است؟ گفتن لأن برای آن گفتن رشک زنها تحرم ما احل الله، حلال کرده خدا را حرام میکند، حلال کرده خدا را حرام میکند. از همین سبب کفر است، چون که هر چیزی که خدا حلال کرده است کسی حرام را کافر میشه و عکسش. کدام چیزی که خدا حرام کرده است کسی حلال باید